یکی از بزرگترین دغدغه‌های روزمره هممون اینه که چجوری عوض بشیم، چگونه تغییر کنم، از فردا میخوام عوض بشم. بیا اینجوری بهش نگاه کنیم. فکر کن داخل کما بودی و بیدار که میشی واقعا چیزی از گذشته یادت نمیاد، از کسی که الان بودی. میان بالا سرت و بهت میگن که تو عضو سابق نیروی ویژه ارتش بودی و الان که سالمی ازت میخوان که برگردی. فکر نمی کنی که رفتارت از این لحظه به بعد با کسی که الان هستی متفاوت بود؟ لحن صحبت کردنت، اعتماد به نفست، تون صدات، یا اینکه بهت میگفتن تو نوازنده معروف پیانو بودی. حرفی که میخوام بهت بزنم و خوب بگیرش، باید این سیستم باور رو داخل خودت به وجود بیاری. وقتی به یک چیزی باور کامل داری، داخل بدنت به وجود میاد. قسمت دردناکش اینه که اگر ذهنت به کسی که میخوای بهش تبدیل بشی باور نداشته باشه، تمام چیزایی که داخل ذهنته هیچ وقت به وجود نمیاد. هیچ وقت به وجود نمیاد. آره.